در سال 1930 میلادی گاندی با یک اقدام نمادین جهان را شگفت‌زده کرد. او با گروهی از پیروانش از دهکده‌ای در گجرات تا دریا راهپیمایی کرد تا خود نمک بسازد. اعتراضی صلح‌آمیز به انحصار بریتانیا بر نمک. این حرکت آغاز جنبش نافرمانی مدنی بود و الهام بخش هزاران اعتراض محلی دیگر شد. هزاران نفر بازداشت شدند، از جمله خود گاندی. اما جنبش نه تنها متوقف نشد، بلکه به همبستگی کم سابقه‌ای میان طبقات، مذاهب و مناطق مختلف هند منجر شد. مقاومت مدنی به ابزار اصلی مطالبه آزادی تبدیل شده بود. در پاسخ، بریتانیا اصلاحات محدودی را در قالب قانون حکومت هند ارائه داد که به ایالت‌ها اختیارات بیشتری می‌داد، اما همچنان قدرت اصلی در دست استعمار باقی ماند.